سلام، من سهیل درودی هستم و شما شنونده پادکست تخیل هستین. شب‌های روشن، شب سوم. امروز هوا غم‌آلود، بارانی و سراسر ابری است. مانند پیری آینده من افکار عجیبی احاطه‌ام کرده است. احساس‌های آشفته، پرسش‌های هنوز نامفهوم به ذهنم هجوم می‌آورند. قدرت و اراده اش را برای حل کردن آنها در خود نمی‌بینم. نه، من نیستم که قادر به حل کردنشان باشم. امروز یکدیگر را نخواهیم دید. دیشب موقعی که از هم جدا شدیم آسمان ابری بود و مه غلیظی همه جا را فرا گرفته بود. گفتم فردا هوا بد خواهد شد. او جواب نداد. نمی‌خواست علیه خواست خودش حرفی بزند. برای او فردا آسمان صاف و آفتابی خواهد بود و هیچ ابری خوشبختیش را نخواهد پوشاند. سرانجام گفت اگر باران بیاید همدیگر را نخواهیم دید. من سر قرارمان نمی‌آیم. فکر می‌کردم به باران امروز شاید اهمیتی ندهد. با این همه نیامد. دیشب سومین دیدارمان بود. سومین شب روشن ما. با این همه خوشبختی چقدر آدم را زیبا می‌کند. دل مالامال عشق می‌شود. آدم چنین به نظرش می‌آید که آنچه را در دل دارد به دل دیگری انتقال دهد و برعکس. دلش می‌خواهد همه چیز شاد و خندان باشد. دیروز با حرفهایش چه همه محبت نثارم کرد. چقدر همدلی نشانم داد. چه اندازه به من توجه کرد. انگار دلداریم می‌داد. نوازشم می‌کرد. نازم را می‌خرید. آه که این اشوه‌گری‌ها تا چه اندازه امید در دل آدم می‌دمند. مرا بگو که همه چیز را برای خود نقد کرده بودم. گمان می‌کردم که او... ولی خدا جان، چگونه توانستم چنین افکاری به ذهنم راه بدهم؟ چگونه توانستم تا این اندازه کور باشم حالان که او همه فکر و ذکرش به آن دیگری گرایش دارد و چیزی برای من در این میان موجود نبود؟ حتی این ابراز محبت، این اظهار لطف، این عشق، ابراز علاقه‌اش نسبت به من چیزی نبود جز شادی دیدار آینده با آن دیگری. نشان دادن عشقش نسبت به او و نیز تحمیل کردن خوشبختیش به من. موقعی که دید دلدارش نیامده، بیهوده انتظارش را کشیده ایم، آن وقت دلش گرفت. کمرو و هراسان شد. همه حرکات و حرفهایش نرمی و نشاط و شادمانیش را از دست داد. عجیب اینجاست که توجه بیشتری به من کرد. انگار به طور غریزی آنچه را در دل برای خودش می‌خواست و نیز آنچه را می‌ترسید عملی نشود به من انتقال داد. ناستنکای من اکنون خیلی خجالتی و وحشت زده بود، به طوری که تصور می‌کردم سرانجام پی برده چقدر عذاب می‌کشم. دوستش دارم و دلش به حال عشق نومیدانه‌ام سوخت. به این ترتیب آدم وقتی بدبخت است، بدبختی دیگران را خیلی بیشتر درک می‌کند. احساس از بین نمی‌رود، متمرکز می‌شود. با قلبی گرفته و پراندوه برای دیدنش آمده بودم و به دشواری می‌توانستم انتظار رسیدن ساعت دیدار را تحمل کنم. حتی حدس نمی‌زدم امروز چه احساسی باید داشته باشم. پیش بینی نمی‌کردم که این ماجرا به طرز دیگری خاتمه یابد. ناستنکا غرق شادی بود و منتظر دریافت جواب. پاسخ مرد جوان باید با شتاب هرچه تمامتر در محل حاضر می‌شد. ناستنکا 1 ساعت جلوتر از من آمده بود. در آغاز در هر موردی میزد زیر خنده. با هر کلمه‌ای که ادا می‌کردم می‌خندید. شروع کردم به حرف زدن و بعد ساکت شدم. گفت می‌دانید چرا این همه خوشنودم؟ خوشنود از دیدن شما؟ چرا امروز انقدر دوستتان دارم؟ پرسیدم به چه علت؟ قلبم توی سینه‌ام می‌لرزید. گفت به این خاطر دوستتان دارم که عاشقم نشدید. هر کس دیگری به جای شما بود مزاحمم میشد، پافشاری میکرد، آه میکشید، قش و ضعف میکرد. حالان که شما خیلی متین و باوقار رفتار کردید. در این لحظه دستم را چنان به شدت فشرد که کم مانده بود فریاد بزنم. شروع کرد به خندیدن. 1 دقیقه بعد خیلی جدی دوباره گفت خدا جان، شما چه دوست خوبی هستید. خدا بود که شما را سر راهم قرار داد. فکرش رو بکنید اگر در این لحظه کنارم نبودید چه باید میکردم؟ شما چقدر بی‌نظیر هستید، چقدر به من علاقه‌مندید. موقعی که عروسی کردم با هم دوستان خیلی خوبی باقی میمانیم، مانند برادر و خواهر. شما را کم و بیش به اندازه او دوست خواهم داشت.
در این لحظه احساس گزنده‌ای به من دست داد. با این همه چیزی مانند خنده روحم را به تلاطم درآورد. گفتم در حال حاضر خیلی هیجان زده اید. می ترسید. فکر می کنید او نخواهد آمد. گفت خدا لعنتتان کند. اگر این همه خوشحال نبودم گمان می کنم از باور نکردنها و سرزنش‌هایتان به گریه می افتادم. از اینها گذشته فکری به من القا کردید و موقعیتی فراهم آوردید که به فکر فرو روم. اما این کار میماند برای بد. حالا باید اعتراف کنم که حقیقت را گفتید. نه، سر حال نیستم. سراپا انتظارم. همیشه هم مسائل را خیلی آسان میگیرم. ولی دیگر کافی است. احساساتی شدن را کنار بگذاریم. در این لحظه صدای پایی شنیدیم. رهگذری بود که در تاریکی سر و کله‌اش پیدا شد و داشت به طرف ما می آمد. هر دو از جا پریدیم. ناستنکا نزدیک بود فریاد بزند. دستش را رها کردم و کمی از او فاصله گرفتم. اما اشتباه کرده بودیم. او نبود. دوباره دستش را به من داد و پرسید از چی ترسیدید؟ چرا دستم را رها کردید؟ چه اشکالی دارد؟ دست در دست هم 2 نفری از او استقبال خواهیم کرد. میخواهم بداند که ما چقدر یکدیگر را دوست داریم. بعد با هیجان زیاد پرسید چقدر یکدیگر را دوست داریم؟ به خود گفتم آه ناستنکا این حرفت خیلی معنی داشت. چنین عشقی چگونه میتواند وجود داشته باشد؟ ساعت هاست که قلبم سرد شده و بار این احساس بر روی روحم سنگینی می کند. دست تو سرد است و از دست من آتش می بارد. آه ناستنکا تو مثل کورها هیچ چیز را نمی بینی. این وضعیت یعنی بعضی لحظه ها خوشبخت بودن چقدر تحمل ناپذیر است. اما من نمی توانم از دستت عصبانی شوم. سرانجام دیگر طاقت نیاوردم و گفتم گوش کنید ناستنکا، هیچ می دانید امروز چه به سرم آمده؟ گفت نه، چه به سرتان آمده؟ زود باشید تعریف کنید. چرا تا به حال حرفی در این باره نزدید؟ گفتم اول اینکه مأموریتی را که به من داده بودید انجام دادم. نامه را به دوستتان رساندم و بعد به خانه‌ام برگشتم و رفتم خوابیدم. خنده کنان حرفم را قطع کرد و گفت همه‌اش همین بود؟ با قلبی گرفته گفتم بله، کم و بیش همه‌اش همین بود. بیشتر نتوانستم ادامه دهم چون چشمهایم پر از اشک شدند. گفتم 1 ساعت پیش از وقت دیدارمان بیدار شدم، اما انگار هیچ نخوابیده بودم. نمیدانم چه بر سرم آمده بود. راه افتادم که بیایم اینها را برایتان تعریف کنم، اما انگار زمان برایم متوقف شد. تنها یک احساس، یک هیجان از آن لحظه به بعد برای همیشه در وجودم باقی ماند. 1 دقیقه‌ای که تا ابدیت ادامه می‌یافت. خلاصه زندگی من به حالت تعلیق در آمده بود. وقتی بیدار شدم به نظرم آمد نوای موسیقی که از خیلی وقت پیش با آن آشنایی داشتم در من به ترنم در آمده. نوایی که در گذشته جایی شنیده بودم و بعد فراموشش کرده بودم. اکنون در خاطرم زنده شده بود. چنین به نظر می رسید که جانم که تا آن موقع می خواست از بدنم بیرون برود حالا ناستنکا حرفم را قطع کرد و گفت خدا جان این حرفا چه معنی دارد؟ من که 1 کلمه از آن هم سر در نمی آورم. گفتم ناستنکا خیلی دلم می خواست این احساس عجیب را به نحوی به شما انتقال دهم. موقعی گفتن این حرفها صدایم می لرزید و اندک امیدی گرچه بسیار دور در خودم پنهان نگاه داشته بودم. گفت کافیست. بدجنس به سرعت برق همه چیز را حد زده بود. ناگهان به طرز خارق‌العاده‌ای شاد، شوخ و شنگ و پرحرف شد. دست انداخت زیر بازویم، میخندید و میخواست من هم با او بخندم و هر کلمه‌ای که با آشفتگی ادا می‌کردم خنده‌ای بلند و طولانی را در او برمی‌انگیخت. رفته رفته داشتم عصبانی می‌شدم. ناگهان شروع کرد به اشوه‌گری و گفت گوش کنید، کمی دلخورم که می‌بینم عاشقم نشده اید. مگر می‌شود به روحیه مردها پی برد؟ در عین حال آقای انعطاف پذیر، شما این تعریف و تمجیدها را فقط به خاطر اینکه دختر ساده‌ای هستم از من نمی‌کنید. من که همه چیز را به شما می‌گویم. هر فکر احمقانه ای را که از ذهنم می‌گذرد به زبان می‌آورم. وقتی که صدای زنگ ساعتی از آن دورها از برجی در مرکز شهر بلند شد گفتم گوش کنید ساعت 11 است. با این حرف من ناگهان ساکت شد و شروع کرد به شمردن زنگ‌های ساعت. با دودلی و کمرویی گفت بله ساعت 11 است. پشیمان شدم که ناگهان این چنین ترساندمش. وادارش کردم زنگ‌ها را بشمارد و بابت این بدجنسی به خرج دادنم خودم را لعنت کردم.
به خاطر او غمگین شدم و نمیدانستم چگونه خطایم را جبران کنم. شروع کردم به دلداری دادنش. دلایل گوناگونی برای نیامدن طرف ارائه دادم. در آن لحظه هیچ کس را مثل او نمیشد به سادگی گول زد. وانگهی هر آدمی در چنین لحظه هایی با خوشحالی تمام هر گونه دلداری دادنی را میپذیرد و اگر کوچکترین نشانه ای از عملی شدنش وجود داشته باشد خوشبخت می شود. خیلی هیجان زده شده بودم. ضمن تسکین دادنش دلایلم را ارائه دادم و گفتم از اینها گذشته شما آدم عجیبی هستید. وانگهی او نمیتوانست بیاید. شما مرا گول زدید ناستنکا. چنان خوب مرا دنبال خودتان کشیدید که مفهوم زمان را از دست دادم. کمی فکر کنید او فقط فرصت کرده نامه را دریافت کند. فرض کنیم برایش ممکن نبوده بیاید و این موضوع را با نامه اطلاع دهد. خب نامه پیش از فردا به دستتان نمیرسد. فردا صبح زود سری به خانه‌اش میزنم و بعد بیدرنگ با خبرتان میکنم. هزار دلیل دیگر را هم میتوانید فرض کنید. وقتی نامه شما رسیده در خانه نبوده، شاید هم تا به حال آن را نخوانده باشد. هر اتفاقی میتواند روی دهد. اینطور نیست؟ ناستنکا جواب داد بله به این چیزها فکر نکرده بودم. طبعا هر اتفاقی میتواند بیفتد. این حرفها را با لحنی آشتی جویانه ادا کرد، اما فکر دیگری مانند طنینی ناخوشایند هم در آن احساس میشد. بعد ادامه داد کاری که باید بکنید این است که فردا هرچه زودتر سری به آنها بزنید. اگر خبری به دستتان رسید بیدرنگ مرا آگاه کنید. خانه‌ام را که میدانید کجاست. نشانیش را دوباره تکرار کرد. پس از آن ناگهان نسبت به من خیلی مهربان و خجالتی شد. قیافش نشان میداد با دقت هرچه تمامتر به حرفهایم گوش میدهد. اما وقتی سوالی از او کردم ساکت ماند و با آشفتگی سرش را به طرف دیگری برگرداند. به چشمانش نگاه کردم. بله، حدسم درست بود. پر اشک بودند. ناستنکا گفت یالا، یعنی امکان دارد؟ اجازه دارید؟ چقدر بچه هستید؟ چه حرکات بچگانه‌ای؟ بس کنید دیگر. کوشید آرام بگیرد و لبخند بزند، اما چانه‌اش همچنان می‌لرزید و نفس می‌زد. پس از 1 دقیقه سکوت گفت به فکر شما هم هستم. شما چنان آدم خوب و خوشقلبی هستید که اگر این را نفهمم باید یک پاره سنگ باشم. میدانید در این لحظه چه فکری به خاطرم رسیده؟ شما 2 نفر را با هم مقایسه می‌کنم. چرا او به جای شما نیست؟ چرا مثل شما نیست؟ او به اندازه شما ارزش ندارد. با این همه بیشتر از شما دوستش دارم. جوابی ندادم. گمان میکنم منتظر بود چیزی بگویم. در پی حرفهایش ادامه داد البته شاید هنوز او را درست درک نمی کنم. کاملا نمیشناسمش. میدانید همیشه به نحوی از او میترسیدم. او همیشه بسیار جدی و موقر بوده. البته این را هم میدانم که او به ظاهر اینطوری نشان میدهد و در قلبش محبت بیشتری به من وجود دارد. یادم میآید در لحظه‌ای که با بخچه، یادتان هست که کدام لحظه را میگویم، موقعی که بخچه به دست به اتاقش رفتم، به رغم همه اینها خیلی برایش احترام قائلم. وانگهی اینطور به نظر می رسید که شایسته او نیستم. اینطور نیست؟ گفتم نه ناستنکا، علتش این است که او را بیشتر از هر کسی در دنیا دوست دارید. حتی بیشتر از خودتان. ناستنکای ساده دل من جواب داد بله، فرض می کنم چنین باشد، ولی می دانید الان چه فکری به خاطرم رسید؟ فقط حالا دیگر نمی خواهم درباره او حرف بزنم. به طور کلی می گویم از خیلی وقت پیش این فکر در سرم بوده است. گوش کنید، چرا هر سه با هم مثل خواهر و برادر نباشیم؟ چرا بهترین آدم‌ها همیشه چیزی برای پنهان کردن از دیگری در دل دارند و به او که میرسند ساکت میمانند؟ چرا آدم نباید هرچه را در دل دارد رو راست و صادقانه به زبان بیاورد، حتی اگر به زیانش هم تمام شود؟ به عبارت دیگر، هر کسی میکوشد خودش را کمرودتر و نجوشتر از آنچه هست نشان دهد. انگار میترسد احساس درونیش را با ابراز سریع آن خدشه‌دار کند. حرفش را قطع کردم و ضمن اینکه احساسهایم را پیش از گذشته در ذهنم به عقب میراندم گفتم آه ناستنکا، آنچه میگویید حقیقت محض است، اما این موضوع به دلایل زیاد دیگری بستگی دارد. با یقینی کامل جواب داد نه، به طور مثال خودتان را در نظر بگیرید. شما مثل دیگران نیستید. راستش را بخواهید نمیدانم چگونه آنچه را در دل احساس میکنم به شما بگویم، اما اینطور به نظر میرسد که شما به طور مثال دست کم در این لحظه چیزی را در راه من فدا میکنید. این حرف را با انداختن نگاهی سریع به من به زبان آورد. ناستنکا ادامه داد
مرا ببخشید اگر اینطوری با شما صحبت میکنم. من دختر ساده‌ای هستم. از دنیا و روزگار هنوز چندان چیزی ندیدم و تجربه‌ای ندارم. با صدایی که نمیدانم به خاطر چه احساس پنهانی میلرزید، اما در عین حال میکوشید لبخند بزند. اضافه کرد: فقط میخواستم به شما بگویم با احساس حقشناسی همه این چیزها را درک میکنم. خدا با خوشبخت کردنتان پاداشتان را بدهد. به طور مثال آنچه درباره آن آدم خیال بافتان برایم تعریف کردید به طور کامل ساختگی بود. منظورم این است که آن حرفها به هیچ وجه مربوط به خودتان نیست. شما کاملا برعکس آن آدم هستید که توصیف می کردید. اگر روزی عاشق شدید دعا می کنم خداوند خوشبختی را هم همراه با عشق نصیبتان کند. اما در مورد دختری که مورد علاقه تان واقع شده چیزی نمی گویم. با شما خوشبخت می شود و همه چیز را خواهد داشت. این را خوب درک می کنم. من زن هستم و شما باید وقتی این گونه حرف می زنم گفته هایم را باور کنید. ساکت شد و دستم را محکم فشرد. من هم از تأثیر نتوانستم چیزی بگویم. چند دقیقه ای به این ترتیب گذشت. سرانجام سرش را بلند کرد و گفت: بله، کاملا میفهمم که امروز نخواهد آمد. دیگر خیلی دیر شده. با صدایی هرچه محکمتر و متقاعد کننده تر گفتم: فردا خواهد آمد. ناستنکا با لحنی شادمانه افزود: بله، حالا میبینم که فقط فردا خواهد آمد. خب در این صورت به امید دیدارتان تا فردا. البته اگر باران بیاید شاید نیایم، اما پس فردا میایم. هر اتفاقی هم بیفتد به طور حتم میایم. شما هم به طور حتم اینجا باشید. میخواهم ببینمتان. همه چیز را برایتان تعریف خواهم کرد. بعد موقع خداحافظی با من دست داد و خیره به چشمانم نگاه کرد و گفت: در این صورت حالا برای همیشه با هم خواهیم بود. اینطور نیست؟ ناستنکا، اگر میدانستی اکنون چقدر تنهایم. فردا شب ساعت 9 که شد دیگر نتوانستم در اتاق بند شوم. لباس پوشیدم و به رغم هوای نامساعد از خانه بیرون رفتم روی نیمکتمان نشستم. توی کوچهشان کمی قدم زدم، اما شرمنده شدم و 2 قدم مانده به خانهشان بیان که به پنجره نگاه کنم عقب گرد کردم. با ناامیدی شدیدی که تاکنون برایم سابقه نداشت به خانه برگشتم. چه هوای ملال‌آور مرطوبی بود. اگر هوا خوب بود تمام شب را دور بر خانهشان قدم می‌زدم. ولی باید منتظر فردا بمانم. فردا همه چیز را برایم تعریف خواهد کرد. امروز هم از نامه خبری نشد، ولی در واقع دلیلی هم ندارد نامه‌ای در کار باشد. چرا که آنها هم اکنون با هم هستند.